سلام دوستان، ویدیو امروز راجع به اینه که آیا من از مهاجرت راضیم یا نه. تو یک کلمه تقریبا. چرا تقریبا؟ چون اون تصوری که قبل از مهاجرت داشتم وقتی اومدم اینجا دیدم اینجا اونجوری نیست که تصور داشتم. تصور این بود که میای اینجا میتونی پول جمع کنی، جیبت پرپوله، تفریح کنی، بعد که میای اینجا با کار عادی شروع میکنی اولش دیگه، چون که اون مدارک ایران تو که اینجا قبول ندارن. یا باید از اول بری درس بخونی معمولا و یه هزینه سنگین کنی، یا یه سری کارهای جنرال بکنی بعد بری یه درسی بخونی بعدن. خب اومدم من اینجا چند سال کارهای جنرال کردم و فقط پولی که ازش در میومد بخور و نمیر بود. پولی نمیشد جمع کرد، تفریح خاصی هم نمیشد کرد با این درآمد. تا اینکه در نهایت رفتم مدرسه خصوصی، یه وامی گرفتم، عینک‌سازی خوندم و درآمدم بیشتر شد. حالا درآمدت که بیشتر میشه چه داستانی میشه؟ مالیات به صورت تصاعدی زیاد میشه. مالیات ها که زیاد میشه، بعد حقوقی که دستت میاد میبینی این همه درس خوندی ولی با توجه اینکه مالیات زیاد شده و یه سری هزینه هایی که مثلا قبلا درآمد کمتر بود، بیمه دولتی میگرفتی برای دوا درمون، الان اونم باید از جیب بدی. بعد میبینی که باز اونقدر اثری نکرد، یه ذره درآمدت بیشتر شد. واسه همین اینجا من توصیه میکنم برای کسی که بخواد خارج بره، فقط به درد کسی میخوره که به شدت درس خون باشه یا به شدت فنی باشه. یعنی یه مدرک لیسانس به بالا رشته خوب اینجا بگیره، حالا مهندسی یا پزشکی. وگرنه با درس کم خوندن و حالا یه آموزشگاهی رفتن و یه سرتیفیکیتی گرفتن اینجا پولی نمیتونی جمع کنی. ولی خب میگم همونطور که گفتم میتونی مستقل زندگی کنی تقریبا دیگه. اگه مثلا من ایران بودم خب باید خونه یا پدر مادرم زندگی میکردم دیگه و اونجا هم پولی جمع نمیشد، اینجا هم ولی الان تقریبا پولی جمع نمیشه. واسه همینه که گفتم تقریبا راضیم، چون یه ذره شرایط از ایران بهتره. ولی تو این 5 سال اخیر شاید یه ذره گفتش که ایران با توجه به اینکه تو کرونا خیلی شرایط بدجور شد، بعد جنگ شد، تحریما بدتر شد، فعلا مثلا من تصمیم دارم اینجا بمونم. ولی نکته منفی اینجا اینه که برای مایی که توی یه کشور دیگه بزرگ شدیم اینجا به شدت حوصله سر ببره. یعنی اون وایب ایران با وایب اینجا فرق میکنه. شما تو ایران همش آدم میبینی، همش زندگی ده انگار در جریانه، هر ساعتی که میای بیرون آدما بیرونن، یا دارن غذا میخورن، موسیقیه، یا دارن خرید میکنن. اینجا اصلا اون وایبو نداره. اینجا حالا به غیر از اون چند تا شهر مثل نیویورک و شیکاگو و اینا، اکثر شهرها همه مردم تو ماشینن، کسی تو پیاده روها نیست. اونجوری نیست مثل ایران مغازه مردم برن بیان سرزنده باشه. و اینم یکی از علتاییه که من فعلا دست نگه داشتم بیام ایران. یعنی دوست دارم بیام ایران ولی دست نگه داشتم به خاطر جنگ. این ترامپ دیوانه شرایطی رو ایجاد کرده که همه رو بلا تکلیف گذاشته و ایران هم درگیر یه جنگی شده که معلوم نیست کی تموم بشه. و جنگ معنیش روشنه دیگه، اقتصاد بدتر، تحریم هم که هست همزمان. ولی حقیقتا بعد از 11 سالی که من تو ایران تو آمریکا زندگی کردم، دوستم برگردم ایران، ولی ایرانی که یه ذره اقتصادش بهتر باشه. خب بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، فعلا روزتون بخیر.